من برگشتم با یه ویدیوی دیگه. اگه از قدیما فیلم‌های کره‌ای و سریال‌های کره‌ای رو دیده باشید میدونید که موضوعاتش یکم آبکی بوده، به خصوص قسمت رمانسش و حتی خیلی شبیه سریال‌های هندی بوده. اما از یه سالی به بعد کره یه جوری تکون میخوره سبک فیلمسازی و سریالاش که الان توی جهان مطرح شده و من تو همین چنل با توجه به بازه زمانی چندین ویدیو درست کردم، مثلا از سال 2008 تا 2016 که همینطور که میدونین 2016 یکی از طلایی ترین سالهای سریال‌های کره‌ایه که واقعا ترکونده و بعد از اون به تقسیم سالها از 2016 تا 2020 لینک تک تکشونم وقتی دارم براتون میگیرم همین الان میذارم بالای صفحه که بزنید روش و ببینیدش. بعد از اون سریال های 2020 تا 2022 و در نهایت سریال های 2022 تا 2024 رو براتون تقسیم بندی کردم و توی هر کدوم 10 تا از بهترین های اون سالها رو براتون گذاشتم. حالا با توجه به اینکه نتفلیکس هم خیلی از سریال های کره‌ای رو پخش میکنه، این سری سریال ها وجود دارن که تو کل دنیا اینا دیده شدن و طرفدارای خیلی زیادی پیدا کردن و نه تنها مثلا ما و حتی کسایی که کره‌ای باز نیستن، بقیه هم این سریال ها رو دیدن و رتبه های خیلی بالایی دارن. حالا توی این ویدیو میخوام بهتون 10 تا از بهترین سریال ها از دید اکثر مردم دنیا رو بهتون معرفی کنم که حتما باید توی لیستتون بذارید و اونها رو ببینید. و قبل از شروع این ویدیو ازتون میخوام حتما چنلمون رو سابسکرایب داشته باشید، زنگولمون رو بزنید و این ویدیو رو هم لایک کنید، کمکمون کنید تا خانواده‌مون رو از اینی که هست بزرگتر کنیم. پس بدون معطلی بزن بریم. لیتس گو. سریال شماره 10 که یکی از جذاب‌ترین سریال‌های کره‌ای اسمش هست بی خانمان، محصول سال 2019 و 16 قسمت. داستان این سریال مربوط میشه به مردی که با برادرزاده خودش که بچه ابتدایی و اینجور چیزاست زندگی میکنه. این آقا کارش بدلکاری فیلماست و همیشه آرزوی هنرمند شدن و این داستانا رو. این بچه خیلی باهوشه، واسه یه مسابقه‌ای از طرف مدرسه اینا رو میبرن یه کشور دیگه که متاسفانه توی اون هواپیما یه حمله تروریستی میشه و کلا هواپیما منفجر میشه و این بچه میمونه. حالا این مرده به عنوان خانواده داغدار بی خیال بشو نیست و میخواد تهویه این ماجرا در بیاره که چه بلایی سر برادرزاده خودش افتاده و چرا باید تو هواپیمای اون حمله تروریست کنه. واسه همین بار و بندیرشو جمع میکنه میره اون کشوره که این اتفاق افتاد. یه کشور فکر میکنم عربی تور باید باشه کشور، و اونجا با یه خانومی هم آشنا میشه که این خانومه هم مأمور سرویس اطلاعاتی ملی کره است و داره یه جورایی جاسوسی میکنه. این دو نفر با هم دیگه تیم میشن تا پشت پرده این ماجرا رو پیدا کنن. سریال شماره 9 که یکی از قشنگترین سریالایی که شما میتونید ببینید توی ژانر پزشکی، اسمش هست پلیلیست بیمارستان. این سریال 2 تا فصل داره که یکی از فصلاش که من فصل 2 رو میخوام اینجا بهتون بگم، محصول سال 2021 و 12 قسمت. کلا داستان این سریال مربوط میشه به 5 تا دوست که اینا از زمان دانشگاه با هم دیگه دوست بودن، بعدم اومدن دکتر شدن و حالا توی یه بیمارستان با همدیگه کار میکنن و این دوستیشون رو همچنان در حین کار هم ادامه دادن. و نکته مهمش اینه که بازیگرای واقعا سرشناسی توی این درام بازی کردن و موضوعاتش علاوه بر پزشکی که خب یه موضوع خیلی جذاب توی درامای کره‌ایه، سبک زندگی و دوستانه و عاشقانه هم هست که مطمئنم ازش خوشتون میاد. سریال شماره 8 براتون یه سریال مدرسه‌ای انتخاب کردم، اما سریال سبک دارک داره و مدرسه یه کیوت و فانتزی که همیشه توی ذهنمونه نیست. اسم این سریال هست فوق برنامه، محصول سال 2020 و 10 قسمت. داستان این سریال مربوط میشه به دانش آموز نمونه توی مدرسه است که برای پرداخت کردن شهریه خودش به مشکل خورده، مجبور میشه نه تنها کارهای پاره وقت معمولی، حتی کارهای خطرناک هم بکنه. این دانش آموز و 3 دانش آموز دیگه که 2 تا دخترن 2 تا پسرن درگیر یه جنایت خیلی بزرگ میشن و باید هر طوری شده بتونن خودشون از این مخمسه نجات بدن. حالا موضوعات مختلف از جمله موضوعات جنسی توش دارن، آزارهای مختلف، قلدری و هر چیزی که فکر کنید توی این سریال هست. اگه به موضوعهای مدرسه‌های دارک و سبک قلدری و جنایی هم علاقه داری، بذارید لینک بالای صفحه یه لیست کامل از این سبکم درست کردم که اگه دوستش دارید میتونید حتما ببینیدش. سریال شماره 7
سریال کلاس ایتوانه، محصول سال 2020 و 16 قسمته. اگه آدمی هستی که اراده کافی نداری و دلت میخواد بتونی انگیزه بگیری و زندگی خودت رو ادامه بدی، این سریال از اون سبک سریال. داستانش مربوط میشه به پسری که پدرش برای خانواده ثروتمند کار میکنه، اینا تغییر مکان میدن، همیشه میره مدرسه که این پسر پولدار است. اونجا به خاطر قلدریای این پسر جلوش وای میسته و همین سرآغاز بدبختی این آقا پسر میشه. چرا؟ چون این پسر میره از قدرت پدرش استفاده میکنه، بابا این پسر رو از کار بیکار میکنه، این پسر رو از مدرسه میندازه بیرون. تازه کارش با این پسر اینجا تموم نمیشه، یه جورایی به صورت عمدی و غیر عمدی میزنه بابا این پسر رو هم میکشه و یه کاری میکنه پای این پسر پاشه زندان. اما این آقا پسر با تمام اتفاقای وحشتناکی که براش میفته کم نمیاره و با یه نقشه درست حسابی بعد از آزاد شدن برمیگرده تا انتقام واقعی خودش رو از این شرکت و از اون آدمای ثروتمند بگیره. سریال شماره 6 سریال آقای آفتاب یا مستر سانشاینه، محصول 2018 و 24 قسمت. اگه به سریال‌های قدیمی و تاریخی علاقه دارید، این سب سریال برای شماست. داستان این سریال مربوط میشه به زمانی که کره توسط آمریکا بهش حمله شده و یه جورایی تصرف کردن آمریکا. ما یک مرد کره‌ای داریم که تو بچگیش اینا به آمریکا مهاجرت کنن، اونجا بزرگ میشه و یه افسر آمریکایی میشه. حالا دوباره برمیگرده کره و توی کره عاشق دختری اشراف ساده میشه. به خاطر همین عشق باعث میشه که اون عشق به کشور و نمیدونم وطن و این داستاناش قول کنه و تصمیم بگیره که هر طور شده دست این آمریکاییای متجاوزا از کشورشون پاک کنن و یه داستان حماسی طور داره. و اگه به سبک سریال‌های تاریخی و اینجور داستانا هم خیلی علاقه دارید، بزنید لینک بالای صفحه. یه سبکم دارم که رمانتیکشه، اونم میتونید بزنید بالای صفحه و ببینید. سریال شماره 5 سریال پادشاهیه، محصول سال 2020 و نکته‌ای که باید بگم این سریال هم 2 فصل داره و یه سریال تاریخی. داستانش مربوط میشه به شاهزاده‌ای که توسط ملکه و همینطور خانواده اون بهش تهمت زده میشه. سر همین میفرستنش به یک جای دور افتاده که این مشکل عجیب و غریب برای مردم اون روستا اتفاق افتاد. مردم اون روستا تبدیل شدن به زامبی و این پادشاه باید هم دسیسه‌ها و توطئه‌های ملکه و همراهان و خانواده‌اش رو خنثی کنه و بیگناهی خودش ثابت کنه. از طرفی هم باید این شرط وحشتناک رو مدیریت کنه که تا به کل کشور کشیده نشه و همه کشور تبدیل به زامبی نشه. و اگه به سبک سریال‌های ترسناک زامبی طور هم علاقه دارید، لیست کامله واقعا سریال‌های کره‌ای با این موضوع هم توی این چنل موجوده. براتون میذارم بالای صفحه. واقعا نمیدونم دیگه از این چنل چی میخواین. چه خودم تحویل میگم. سریال شماره 4 اسمش هست وینچنزو، محصول سال 2021 یه سریال حقوقیه که مطمئنم عاشقش میشین. داستان این مربوط میشه به پسری که تو بچگیش به سرپرستی گرفته میشه، همیشه میره ایتالیا. خانواده‌ای که اینو به سرپرستی گرفتن یه خانواده مافیان، اصلا خانواده معمولی نیستن، همون سیسیل ایتالیاییه که همه کراشی میدونم، ادامه نمیدم. حالا این آقا بزرگ میشه و تبدیل میشه به وکیل مافیا و کلا کارش اینه گنگکاریای مافیا رو هم بزنه و نذاره رو بشه. یه سری اتفاقای بین خانوادگی میفته. این پسر مجبور میشه از ایتالیا فرار کنه، برگرده زادگاه خودش کره. اونجا هم با یه خانم وکیله آشنا میشه که از این وکیل چقدر بد بدناست و اینا با هم میشن یه تیم تا بتونن اون حق واقعی خودشون رو احیا کنن. اگه به سریال‌های حقوقی هم علاقه داری، اینجا کان سریال‌های حقوقیه. بزنید رو بالای صفحه و این ویدیو رو هم ببینید. و در نهایت سریال شماره 3. سریال شماره اسمش هست مشکلی نیست که خوب نباشه، محصول 2020 و 16 قسمته و خب کیم سو هیونگ و سو جین که بازیگر مورد علاقه خودم هستن داخل این سریال بازی کردن. سریال مربوط میشه به یک خانم نویسنده کتاب‌های کودک که گذشته واقعا دارک و ترسناکی داشت و کتاباش هم سبک خاصی. یک مرد داریم که پرستاری و یک برادر بزرگتر معلول داره که فن کتابای این دختر. خیلی تصادفی آقا به خاطر اینکه برادرش فن این خانومه میان با این خانم آشنا میشه و این زنه یه سبک سایکوتور و دختر بدطوری داره که اینجوریه که اگه از یه چیزی خوشش بیاد بعد اونو داشته باشه. همین کلیک میکنه روی این پسره تا هر طوری شده مخ این یارو رو بزن. اما نمیدونن که توی گذشتم این 2 نفر به همدیگه یه ارتباطی دارن که حتما باید این سریال روانشناختی باحال رو هم ببینید.
سریال شماره 2 اسمش هست دهکده ساحلی چا چا چا، محصول 2021 و 16 قسمت. داستان این سریال باحال از اونجایی شروع میشه که ما یک خانم دندون پزشک داریم، پا میشه میره توی یکی از این روستاهای ساحلی مطبشو میزنه. اونجا با یه پسر آشنا میشه که اصلا همون اولش رو مخ این دختر است. چرا؟ چون این پسر اصلا هیچکار است، از طرفی هم همه‌کار. یعنی تو هر کاری بگین یارو تخصص داره، یه جوری انگار به خدای اون روستا و این داستانا. این دخترم انقدر به مشکلات میخوره ناخواسته از این آقای کمک میگیره، به رابطه عاشقانه بین این دو نفر شکل میگیره که مطمئنم حتما باید ببینیدش. جزو قشنگترین سریالای رمانتیک کره‌ای. و در نهایت سریال شماره 1 مطمئنم کمتر آدمی در سراسر دنیا وجود داره که این سریال رو ندیده باشه، یا اگه ندیدم حداقل اسمش رو شنیده. بله، بازی مرگ یا اسکوید گیم یا بازی مرکبی چند تا اسم رو داره. محصول 2021 و 9 قسمته و من بی نهایت بی صبرانه منتظرم تا فصل 2 توی سال 2025 گفتن قراره بیاد ببینیمش. داستان این سریال با راجع به یک گیم آدمای پولداره که فقرا رو برمی‌دارن میارن اونجا، یه سری بازیایی انجام میدن تا این پولدارا سرگرم بشن و بهشون به چشم یه سری حیوان نگاه میکنن. یه مرد داریم که به خاطر شرط بندی کردن کلا پولاش از دست داده. خیلی تصادفی تو مترو با یه مردی آشنا میشه که باشه قراردی میذاره و میگه بیا هم بازی کنیم و باید 2 تا کارت انتخاب کن. آقای ما کارت سبز رو انتخاب میکنه، با هم بازی میکنن، یه چک هم میخوره و از این دعوت میکنن تا اگه پول بیشتر میخواد بیا پاشه توی یه بازی شرکت کنه. و این بازی اولش که همشون میان دنبال پولندی، اما وقتی که مرحله اول بازی اجرا میشه و متوجه میشن که توی این بازی یا برنده میشی یا میمیری، یه سری از آدما میترسن. بهتره که این سریال خودتون ببینین اگه کامل ندیدین، که مطمئنم همتون. و ازتون تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو هم همراه ما بودید. حتما چنل ما که چنل خودتونه رو سابسکرایب کنید، زنگولمون رو بزنید و ویدیو رو هم لایک کنید. اگر به موضوع خاصی علاقه دارید به هم بگید، راجبش ویدیو میسازم، تو ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا بای.